بسم الله الرحمن الرحیم. انگلیس و امریکا با آرزوهای دلخور رسیده راهی است و کسی که اونا را کمک میکنه که اونا با آرزوی خود برسه کسی مثل جمعه خان فاتح و ریتور شخصا و کار داره کمر بسته تمام انرژی خود در راه انگلیس خرج کنه، چون که انگلیس و امریکا و اروپا از اتحاد مسلمین میترسید و در ایران میلیاردها پول خرج کرده و صدها سال زحمت کرده که هر ملت اگه میخوای از بین ببری او از بین خودونچی باید از بین ببری، درخت از بیخ ریشه باید بکنی و اونا آرزو داشتن که کسایی پیدا شوه مثل جمعه خان فاتح وری که ارزش های کشور و دین و مذهب و قرآن حدیثه کلش را زیر پای کنه و به فایده انگلیس کار کنه که تو سعی که از اول قرآن تا آخر قرآن تو بگیر که کدام آیه ی آدم زیر پای نکده که در قرآن آمده لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، که در دین هیچ کدام زور اجباری نیست و هر روزی را کدرایی است و کسایی که دور بررسی است اونا نه غیرت نه وجدان نه ایمان نه کدام ممانعت نه کدام برادری همسایه داری هیچ چیز نداری. و دیگر همینطور آیات ها را از یک طرف که خداوند میگه که من قتل نفس بغیر نفسی فکهنما قتل الناس جمیعا، هر کس که یک جان بگیره بی گناه مثال که تمام عالم از بین برده باشه. الف بین قلوبکم از بحتم و امیر رقم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم. امیر رقم که حدیث و قرآن بگیر از اول تا آخر کل زیره ای آدم گرفته زیر پای کرده و فقط به منافع انگلیس که دیگه در مذهب اونوفه کس به میر نگاه نکنه و کسایی که در اروپا و امریکا اینجا به اشتیاق مسلمان مشون دیگه آرزوی مسلمان بودن نکنه و مخصوصا در مذهب ابو حنیفه هیچ وقت فکر نکنه که اینا حنفی شوه و این بزرگترین خیانت در مذهب ابو حنیفه در اسلام است، در این کشور است. این بدنامی رسایی که حتی یک گپی خیلی خرد شاید به فکری از ما که در بدخشان شده و دیگه ولایت ها ما پرسان کردیم الحمدلله هیچ گپی نیه و این سبوکی مردم تاجیک بدخشان نشان میده و این پلان انگلیس نشان میده که بدخشان قگه گپ شده و انگلیسی را چنان در صفحات مجازی و رسانه های بی بی سی و تمام عالم پخش کجا رایه که فقط بگوی که از کدام سیاره دیگه اینجا در اینجا آدم تا شده. این پلان های انگلیس این آدم اگه عقل داشته باشه همین کار میکنه. چی شرمندگی خود تو پود کده رایسته؟ البته که قبلا کدام کاری کردی تو این آلات های موسیقی رو که ما اینجا اشتی میره به خاطری که گوش بینی یا شما ظالم ها رو ببریم که این آلات های موسیقی رو بدنام کردی. اسماعیلی ها در طول تاریخ سعی کنی که یک دانه ویدیوی غلط پیدا نمیتینی که درای غلطی را مصرف نواخته باشه. همش کلش قصیده و عبادت بندگی است و شما کدام جنایت در طول عالم نکردید که شرمندگی رها میتی حال پوت میکنی. جنایت پودر فروشی و تمام مواد مخدر شما میه، این کارهای بدفعلی در بین شما است. این برادر جاسوسی کشورهای بیگانه شما هستید. امروز برادر اماراتی بودی هستی، فردا برادر که امروزی که امریکایی بود امریکایی بودی، از پیش که کمونیست بود که شما کمونیست بودید دیگه زیر میز امروز مقامدید در بالا اینجا اماراتی و دیگه دلتو هم در اهداف های کشورهای همسایتی که حالا تاجیک است و صدها فلانی فسق و فساد در طول تاریخ ثبت شده در شما و در تمام 4 مرز در اینجا جایی که اسماعیلی ها هسته که فعلا خود من با اسماعیلی های چین هستم. این سرحدی چین اسماعیل است، تاجیکستان افغانستان و برادر بخشش تاجیکستان افغانستان چین و پاکستان سرحدات تا یک کسی جنایت نشده، قتل نشده، دوزی نشده، راگیری نشده در بین اسماعیل، کدام ویدیوی بدکاری ثبت نشده، کدام بچه بازی و آرامزادگی و کلش از بین شما شده. شرم دارین، حیا دارین، مسلمانین. تو یک مسلمانی خود ثابت کو، یک کار نیک خود ثابت کو، یک کتاب مقدس خود ثابت کو. فقط کمر بسته دشمن مذهب ابو حنیفه، دشمنی عقاید و ورزش های ابو حنیفه و از این کشور از تاجیک
دشمن نام تاجیک، دشمن افتخارات تاجیک بدخشان. این عکسی که اینجا اشتیم از زشترین بدنامترین عکس در دنیا معرفی شده، رایت دست شده، رایت به نام مسلمان سنی حنفی. از این قدر دیگه جنایت کس در ملت خود نمیکنند، از این که جنایت بزرگ در قوم و مردم و وطن خود نمیکنند، در مذهب خود نمیکنند دیگه. این چی کاری هستی که شما کرده رای استین و واقعا تو فاتح انگلیس، پلان انگلیس هستی، فاتح پلان امریکا و غربی هستی، اگه کم مرد هستی، برو کشورهای همسایه تو سعی که چی کارا شده رای است، برو اونجا، برو نرستی دخالت کو، برو به چرا فلسطین نموری اونجا دفاع نمیکنی؟ همسایه بیگناه و بیغرضی که بهترین مسلمان هم همونا که تمام آیت های قرآن که تو این کار کردی اونا به عمل اجرا میکنه، اما از طور خودنمایی و خودخواهی و تکبری و اینا نیستند از اونا. اینا در تاریخ خود ثابت کرده، در کتاب های تمام اولیا و دانشمنده آمده. رومی در حتی در مثنوی معنوی در دفتر 30 را آورده که من همچو اسماعیلیانم بی عذر، بلچو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم ز طمطراق و از ریا، قلت حالا گفت و جانم را بیا. اگر در غیرت و مردانگی و شهامت بشه، باز میگم من اسماعیلی پیغمبرم، از سرخم تیرم. میگم رومی میگم من اسماعیلیم بی غرض بی عذر، و در غیرت خواهم می رقمی هستم. کس هم وطن خورم سایه خورم نمیکشه، آزار نمیده. کشور از خود هندو داره، نصارا داره، یهود داره. چی کاری کردین در طول تاریخ به کشور خود، به ملت خود، مردم و دین خود؟ امروز تمام کارای شما مطابق پلان انگلیس پیش برده رایی هستین و تمام آیات های قرآن که تو خلافش هستی هم میشه میرقم که کاری که ایرانی ها کسی که در اینجا آیت قرآن که آمده که و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که خداوند یک امت وسطه اینجا میگه. امت وسطه که اسماعیل ها هستن، تو خمیسه این شکل مثل ایرانی ها ورده بغض و کینه و دیو و بزن و بدنامی و بدکاری. همین تمام اولیا و دانشمندا در طول از بعد از مستقیم را شما بیزار بوده. اما که عبید زکانی میگه که سال 1 موش میگرفت، حالی 5 موش میگیره. ارسش شده فراوان، چون شده تایب زاهد و مسلمان. گربه میره به سوی مسجد خرامان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.